فصل اول. داستان با معرفی سانتیاگو، یک چوپان جوان اهل آندلس در اسپانیا آغاز می شود. او زندگی ساده‌ای دارد و با گوسفندانش در دشت‌ها و روستاهای اسپانیا سفر می کند. سانتیاگو عاشق آزادی و طبیعت است و از اینکه می تواند هر روز به جای جدیدی برود، لذت می برد. او کتابی در کیفش دارد و گاهی آن را می خواند، اما بیشتر از تجربه‌های واقعی زندگی یاد می‌گیرد. شب را در یک کلیسای متروکه می‌گذراند که سقفش فرو ریخته و درختی در میان آن رویده است. در این شب سانتیاگو دوباره خوابی را می‌بیند که قبلا هم دیده بود. کودکی او را به اهرام مصر می‌برد و به او می‌گوید که در آنجا گنجی پیدا خواهد کرد. این خواب او را کنجکاو و کمی مضطرب می کند، زیرا نمی داند آیا باید آن را جدی بگیرد یا خیر. او به زندگیش فکر می کند و به این نتیجه می رسد که از وضعیت کنونیش راضی است، اما این خواب ممکن است نشانه‌ای از چیزی بزرگتر باشد. مضامین کلیدی: آزادی، جستجوی معنا، نشانه‌ها و رویاها. فصل دوم. سانتیاگو به شهری نزدیک می رود تا خوابش را برای یک فالگیر کولی تعریف کند. او ابتدا مردد است و فکر می کند که شاید این کار بیفایده باشد، اما کنجکاویش او را به سمت کولی می کشاند. فالگیر، زنی مسن و مرموز، در ازای وعده دریافت 1/10 گنج، خواب او را تعبیر می کند. او میگوید که خواب سانتیاگو پیامی از افسانه شخصی اوست، یعنی هدفی که جهان برای او تعیین کرده است. او به سانتیاگو توصیه می کند که به اهرام مصر برود و گنجی را که در خواب دیده پیدا کند. سانتیاگو ابتدا این حرفا را ساده‌لوحانه می داند و فکر می کند کولی فقط به دنبال منفعت خودش است. با این حال این دیدار ذهن او را مشغول می کند. او به بازار شهر می رود و در آنجا با یک پیرمرد مرموز روبرو می شود که بعداً مشخص می شود ملکی زادق پادشاه سالم است. مضامین کلیدی: سرنوشت، افسانه شخصی، اعتماد به نشانه‌ها. فصل سوم. ملکی زادق که خود را پادشاه سالم معرفی می کند، با سانتیاگو گفتگو می کند و او را تشویق می کند که رویایش را دنبال کند. او توضیح می دهد که وقتی کسی به دنبال افسانه شخصیش است، جهان با او همکاری می کند تا به هدفش برسد. ملکی زادق 2 سنگ جادویی به نامهای اوریم و تومیم به سانتیاگو می دهد که به او کمک می کنند در مواقع تردید تصمیم بگیرد، یکی به معنای بله و دیگری خیر. او همچنین داستانهایی درباره اهمیت دنبال کردن رویاها تعریف می کند، از جمله داستان مردی که به دنبال خوشبختی بود اما آن را در خانه خودش پیدا کرد. ملکی زادق به سانتیاگو میگوید که برای شروع سفرش باید گوسفندانش را بفروشد